خصوصیت دیگه حالت اضطراب اینه که ارگانیسم ما در یکی از دو حالت fight or flight یا به عبارت جنگ یا گریز قرار میگیره. یعنی موجود زنده آماده میشه در وضعیت اضطراب برای اینکه با عامل خطر بجنگه و مبارزه کنه و اونو دور کنه یا دفع کنه یا از بین ببره، و یا اینکه اگر نتونست یا فکر کرد که نمیتونه دست گریز و فرار بزنه و از اون محیط خطر یا از اون عامل خطر و تهدید در واقع دور بشه. اینها در واقع سه ویژگی اصلی است که در حالت اضطراب به ما دست میده. البته به اصطلاح خصوصیت‌ها و پیامدها یا تبعات دیگه‌ای هم داره اضطراب که همه باهاش آشنا هستیم، مثل لرزش دست و پریدن رنگ و پشت شدن دهن و اینا، ولی همه اینها کم یا بیش ارتباط داره با همین مکانیزم بقا در واقع. خب پس اولین نکته که ما اینجا یاد می‌گیریم اینه که اضطراب در حقیقت یک مکانیزم طبیعی است. یعنی چیزی نیست که بد باشه، منفی باشه، بخوایم که هیچ وقت نباشه، از بینش بخوایم ببریم یا نگران خود اضطراب باشیم. چون خیلی وقتا مشکل ما دو چیزه، اضطراب یا نگرانی و بعد نگرانی از نگرانی یا ناراحتی از نگرانی. که حالا چرا اصلا مضطربم؟ چرا این حالت رو دارم؟ چرا دچار این حالت شدم؟ حالا چیکار کنم؟ نکنه مثلا سکته کنم؟ امثالی. پس یک چنین آگاهی یعنی آگاهی از خود حالات و احساساتی که تجربه میکنه که بهش میگیم متاکاگنیشن یا فراآگاهی، فراشناخت. این فراشناخت به ما کمک میکنه که یک درجه نسبت به اون احساسی که داریم تسلط بیشتری داشته باشیم، آگاهی بیشتری داشته باشیم و نگرانیمون طبیعتاً کاهش پیدا بکنه.